بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ای کشته اشک ها به نام تو سلام، بر شور محرم الحرام تو سلام. 72 گل به کوی تو پرپر شد، بر خاک همیشه لاله فام تو سلام. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. سلام. هم نفسهای یاد خدا الهی که خوب باشین، سلامت و تندرست باشین. خیلی ممنونم که دوباره کاراتون یه جوری تنظیم کردید تا بنشینید پای تلویزیون و یاد خدا رو تماشا بکنید. در این یاد خدا هم یاد ولی خدا امام حسین جان علیه السلام همچنان جریان داره و خدا رو از این بابت 100,000 مرتبه شکر میکنیم. انشالله که زیارت با معرفتشون خیلی زود نصیب قسمت من شما بشود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بریم برگردیم گفتگومون شد. یا مولاي یا ابا عبدالله، اشهد انك كنت نورا في الاصلاب الشامخه والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سيل، وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. خب با افتخار توی این برنامه یاد خدا هم میزبان استاد عزیزم آیت الله قروی هستم که آقایی کردن قدم به چشم من گذاشتن. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمد. سلام علیکم و رحمت الله. منم خدمت شما سلام عرض میکنم و همچنین خدمت بینندگان عزیزم. خداوند ان شاء الله ما رو همواره در مسیر امام حسین علیه السلام قرار بده. الهیام چه مسیری از این مستقیم‌تر. یه شهید آوینی جمله خیلی خوشگلی داره، میگه که اگر صراط مستقیم میجویی بیا، از این راه مستقیم‌تر وجود ندارد و آن راه حب حسین ابن علی ابن ابی طالب است. خب خیلی ممنونم. ما توی 2 برنامه گذشته از شما عمدتاً پیرامون پیوند قرآن و امام حسین شنیدیم. حالا تو برنامه اول مبانی قرآنی نهضت امام، تو برنامه دوم هم تمرکزمون روی شناخت امام حسین از طریق قرآن کریم. توی این برنامه من داشتم به این فکر میکردم که خب ما تمرکزمون روی قرآن بود و حالا امام حسین،
یاد یه روایتی افتادم از پیامبر اسلام که فرمودن که این دلها هم همانند آهن زنگار میبندند. سوال کردن با چی صیقلش بدیم؟ پیامبر فرمودن تلاوت قرآن و یاد مرگ. ما به بخش قرآن پرداختیم تو جلسه گذشته و پیوندش با امام حسین جان. حالا پیوند مرگ، یعنی به نظرم حالا بیایم اگه صلاح بدونید نگاه امام حسین به مرگ رو ببینیم چگونه نگاهی بوده. چه سلف نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. این بحث هم باز یه بحث طولانی میتونه باشه، همینطوره. ولی اصولا تفکر توحیدی و تفکر اسلامی و الهی و همینطور تفکری که انبیاء الهی داشتن اینه که انسان حیاتش از یک جایی شروع میشه ولی تا بی‌نهایت ادامه داره زندگیش. یه وقت ما خودمون رو تو این دنیا پیدا میکنیم و تنها این دنیا رو میبینیم و طبعاً ترش شیرین این دنیا و در مقاطعی مقام و ریاست و پول و اولاد و امثال ذالک چشم ما رو پر میکنه و همین رو میبینیم. این در واقع نگاه دینی نیست، نگاه الهی نیست، نگاه توحیدی، نگاه واقع بینانه نیست. ما یه حقیقتی داریم که لااقل این قسمتش رو من عرض میکنم، به قسمت قبلش کار ندارم چون بالاخره ما عالم ذرم داریم، به چه معناست بمانه. ولی این چنین نیست که ما وقتی که پا به عرصه این دنیا میگذاریم حیاتمون صرفا حیات دنیوی باشه. ما حقیقتی داریم که اون حقیقت جاودانه است و با این بدن و با ارتباطش با این دنیا و با اجتماع و با جامعه این باید رشد پیدا بکنه و در نتیجه انسان به تعالی و تکامل برسه، ارزش‌های الهی در خودش به وجود بیاره، انسانی در خودش به وجود بیاره و اینها رو باهاش زندگی بکنه در جهان پس از این دنیا. که جهان پس از این دنیا، دنیایی که فعلا درش زندگی میکنیم، از نظر مدت و شدت و اینها قابل مقایسه با دنیا نیست. دنیا داران این دنیا رو میبینن، بسیاری از مردم چشمشون به این دنیا دوختش بوده. بالاتر عرض بکنم گاهی موقع ها ما بندگان مؤمن هم گاهی موقع آخرت در حاشیه هست برامون، بیشتر توجهمون معطوف به دنیاست. متاسفانه اینطور گرفتار شدیم، ولی حقیقت غیر از این است. ما اصلا تو دنیا آمدیم برای کمالات الهی. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، برای عبودیت خدا. عبودیت هم کنش ربوبیته و این که انسان به اون مقام والا راه پیدا کنه و دست پیدا بکنه. این دنیا برای اینه که انسان بتونه توشه برگیره، نه برای اینه که در واقع تو این دنیا انسان بمونه. و لذا امیرالمومنین در تعبیرات مختلفشون بیان میکنن انما الدنیا دار مجازن والآخرة دار بقاء. دنیا دار گذر هست اما اونجا دار قراره. اصلا شما آخرت رو، زندگی آخرت رو مقایسه بکنید با زندگی دنیا، از نظر زمان و غیر زمان اینها اصلا قابل مقایسه نیست. 1 میلیارد هم شما نمیتونید براش در نظر بگیرید دنیا رو در ارتباط با آخرت. و متاسفانه مردم دنیا تمام هم و غمشون شد همین دنیا و شیری ترشی این دنیا، مقام دنیا و چیزهایی که به نحوی به دنیا بسته است. این تفکر الهی نیست. تفکر الهی اینه که ما این دنیا رو معبر ببینیم، وسیله ببینیم، خل ببینیم. هدف نیست. هدف اصلی جای دیگه است. اگر واقعا چنین حرکت این چنینی داشته باشیم و این نگاه رو داشته باشیم
زبانمون به گونه دیگر خواهد بود، چشممون به گونه دیگری، فکرمون همینطور، انگیزه هامون به شکل دیگری است. در این حالی که زندگی میکنیم و لازمه زندگی در دنیا بالاخره تلاش‌های دنیوی هم هست، اما همش هدف گذاری شده برای چی؟ برای ارزش‌های متعالی، برای خدا و فقط برای خدا. و این نکته بسیار مهم است که در تعالیم انبیاء الهی بوده، در قرآن هم همینطور. ولذا شما می‌بینید انما الدنیا لعب و لهو، تعبیر هست، و زینت و تفاخر بله. و تکاثر فی الاموال و الاولاد. بعد اون تعبیرات مختلف، قرآن آیات مختلف این حقیقت رو بیان میکنه. امام حسین هم طبعا یا تو این مسیر بودن دیگه، واقعا اینطور دنیا رو، خود امیرالمومنین این گونه دنیا رو میدیده. تعبیرات قشنگیه. من مناسب میبینم که بفرمایید، خواهش می‌کنم استفاده میکنید. در روز عاشورا بعد از ادای فریضه صبح و نماز صبح حضرت یه تعبیری دارند. حالا بعد از خطبه این تعبیر نهاییشون اینه: ان الله اذن فی قتلکم و قتلی فی هذا الیوم فعلیکم بالصبر. خدا اذن داده در قتل من و قتل شماها، در اینکه ما کشته بشیم. حالا حضرت خواب دیدن، دستور بوده، قبلا گفته بودن، اینا باز جاش فعلا این نیست. نو مطرح کردن که اصحاب بدونن که بالاخره این راهی که هست راهی است که در واقع مقبول خداونده و خدا یه چنین اذن هم تشریعی داده هم تکوینی، هر دو میتونه ناظر به هر دو باشه. همین اذن ناظر به جنبه‌های تکوینی باشه، هم معنی تکوینی معناش اینه که بالاخره من و شما کشته میشیم. تشریعی هم معناش اینه که اذن داده شما در مسیر خدا در واقع کشته میشید. این یه مأموریتی است، یه مسئولیتی است که به عهده ما گذاشته شده که در این راه فداکاری بکنیم. بله. بعد حضرت در یه بیانی به نقل شیخ صدوق در معانی الاخبار آمده که در یه مقطع خاصی که حمله سختی به اصحاب شد، یه تعداد اصحاب ریختند، شهادت رسیدن. یه تعداد دیگه یه مقدار عرضم به حضورتون حالت انفعال براشون پیش آمد، در مقابل بعضی دیگه حالت برافروختگی و خود امام حسین علیه السلام رو میدیدن اونجور حضرت برافروخته و اونطور نشاط و اینها برش حاکم. حضرت این بیانات رو دارن: صبرن یا بنی الکرام، خیلی قشنگ، صبر کنید ای بزرگزادگان. اینم نه معناش اینه که حتما پدر شما، نه، تو اینها غلام حبشی هم بوده، کسانی بودن، نه، اصولا این آزادگی است که شما امروز پیدا کردید، یا بنی الکرام، یه بزرگزادگان. فما الموت الا قنطره، مرگ غیر از یک پل نیست. تعبر بکم ان البؤس و الذراء الی الجنان الواسع، این پل رو باید عبور کرد از سختی ها و مشکلات به بهشت پهناور و نعمت های دائمی. بعد حضرت تعبیر رو دارن، میگن فایکم یکره ان ینتقل من سجن الی قصر، کدومتون ناراحتید از اینکه از یه زندان بخواد خلاص بشید و در نتیجه منتقل به قصر بشید؟ این دنیا برای مؤمن زندانه به معنای واقعی. البته برای مؤمن، برای مؤمن بله، برای غیر مؤمن هم زندانه، ولی نمیفهمه. انسان بسیار بزرگتر از این حرف هست. انسان قد و قوارش مال این دنیا نیست. توجه میکنید؟ همینطور. یعنی کل دنیا رو بهشون بدید زندانه. توجه میکنید؟ این یه نکته بسیار ظریفی است. به هر صورت و ما هو لاعدائکم الا کمن ینتقل من قصر الی سجن، دشمنان شما قضیهش به عکسه. اینا گویا چون اون طرف رو خراب کردن، اینجا قصر براشون، اینجا میره، اینا منتقل به زندان میشن، سجن میشن، از قصر منتقل به سجن میشن. الا کمن ینتقل من قصر الی سجن و عذاب. بعد ان ابی حدثنی عن رسول الله، پدر من از رسول خدا
این حدیث رو یادآور شدن که ان دنیا سجن المؤمن، دنیا زندان مؤمنه، و جنت الکافر، اما برای کافر که دیدش بسیار کمه، کوتاه، خودشو درک نمیکنه، هویت خودشو درک نکرده، او براش اینجا جنت بهشته. و الموت جسر هؤلاء الی جنانه، مرگ یک پلیس برای اینها، یعنی برای مؤمن هست که اینا منتقل به بهشت بشن. و جسر هؤلاء الی جهنمه، پل اینها هم منتهی بشه به دوزخ. ما کذبتو، یعنی من تکذیب چیزی نیست که حقیقتی برای من گفته شده باشه برخلاف واقع باشه، ولا کذبتو، و من خلاف واقع میگم. این بیان پیامبره. تلقی امام اینه، و لذا اصحاب امام حسین علیه السلام گاهی از هم سبقت میگرفتن. پس مرگ یک پلیس از زندان به بهشت برای مؤمن. برای مؤمن. خب اینجا نگه داریم اگر صلاح بدونید. چند دقیقه هست دوستان اشاره میکنن، من صبر کردم که به پایان حدیث برسیم، بریم و برگردیم باز توضیحات تکمیلی رو از شما میشنویم. بفرمایید. خب استاد قروی عزیزم فرمایشی از امام حسین جان رو میفرمودن که و تبیین میکردن که امام حسین فرمودن مرگ برای انسان مؤمن در واقع پلیس از زندان به سمت بهشت، چون دنیا برای او زندان بوده و از زندان از طریق این پل وارد بهشت خواهد شد. و البته برای غیر مؤمن هم کاملا برعکس، بهشتی که برای خودش فرض کرده بود و ساخته بود طبیعیه که وارد جهنم و آتش و بدتر از زندان خواهد شد. توضیحات تکمیلی استاد عزیزم بشنم. البته این که میگیم این زندانه با توجه به هویت انسان میگیم. بله، چون ظرف وجودی انسان، ظرف وجودی انسان بسیار وسیعه. انک جرم صغیر و فی کنت العالم الاکبر. و برای کافر که گفته میشه بهشته، برای اینکه کوچیکه، این هویتش باز نشده، آسمان، بلکه کاری کرده که همون کوچیک بمونه و در نتیجه این دنیا براش بهشت تلقی بشه. مثل بچه‌ای که اسباب بازی‌ها براش همه چیشه. که کسی هم بزرگ میشه و ماشین و مدل ماشینش و رنگش و اینا همه چیشه، هنوز در نتیجه اینو باید توجه و منافات هم نداره در این رابطه. ما تو دنیا داریم زندگی میکنیم، لازمه زندگی در دنیا اینه که بالاخره تلاش بکنیم، کوشش بکنیم و فعالیت هایی بکنیم برای اینکه دنیا رو هم برای زندگی مناسب آماده بکنیم، برای زندگی خودمون، فرزندانمون. اما سر جای خودش معناش این نیست که انسان باید پشت به دنیا بکنه، یعنی اما مهم عدم دلبستگی است. تمام مشکل دلبستگی هاست. یعنی گاهی هم ما ممکنه ادعا بکنیم که اهل دنیا نیستیم، اما واقعیت خلاف این. شاهدش هم اینه که اگر یه گوشه ای از اون مسائلی که برای ما خیلی اهم تو دنیا مطرح، اگر اونا رو از دست بدیم یک باره همه چیمون به هم میریزه. این چونی نیست که بگیم خب حالا من یه مسئولیتی داشتم، مسئولیتم سنگین بوده، حالا این مسئولیت رو از من گرفتن، خب راحت شدم، نفس میکشم. نه، تا حالا همه چی خوب بوده ولی از حالا به بعد همه چی بده، مثل که دنیا تو سر من خراب میکنن. این معناش وابستگی است. انبیا اومدن برای اینکه ما رو از این وابستگی ها در بیارن. نمیگن شما زندگی نکنید، تلاش نکنید، نه، این چنین نیست. بالاخره دنیا هم باید به نحوی آباد بشه توسط انسان ها برای اینکه بتونن یه زندگی مناسبی داشته باشن تا بتونن اوج بگیرن، کمال پیدا کنن، تعالی پیدا بکنن. اما هدف یه وقت تعالیه، یه وقت نه، گرم شدن به همین مسائل دنیوی است. ما همه چی رو همینها تلقی بکنیم، هدف ما غیر از این باشه. و معمولا در این رابطه که از مشکلاتی که ما داریم اینه خیلی از مواقع ما خودمون رو گول میزنیم. اینو به شما عرض بکنم. این چی؟ یعنی به عبارت دیگه میگیم نه ما اهل دنیا نیستیم در حالی که اهل دنیا هستیم.
میگیم ما اهل پول نیستیم، در حالی که اگه یه خود کمش بگذارن ادعا داریم، بعدم توجیه میکنیم. اهل مقام نیستیم، در حالی که اگر از ما گرفتن وضعیت دیگری پیدا میکنیم. ما به این عناوین وابسته نیستیم، اگر یه خود کمش بگذارم کلی به هم میریزیم. این معناش چیه؟ معناش وابستگی به دنیاست. و شاهدش هم اینه، اون موقعی که وای میسیم در نماز حواس همه جا میره غیر از نماز، غیر از توجه به خدا. چرا؟ برای اینکه اونی که غالب هست، اونی که در ما گویا نهادینه شده، محبت دنیاست. در ما نهادینه شده. متاسفانه یکی از مشکلات ما اینه که این باید روش کار بشه، باید مراقبت بشه، این باید محاسبه باشه تا اینکه چون وضعیتی ما پیدا نکنیم و خودمون بتونیم اصلاح بکنیم. خیلی مهمه که بهش توجه داشته باشیم. و اگر این وابستگی ها باشه، وقتش این شما بدید مسلم ما سابقمون لااقل مثل زبیر نیست، اونجور نیست، مثل طلحه نیست. وقتش انسان زمین میخوره به خاطر همین مسائل دنیوی و امتحانهایی که دو دنیا برای تک تک افراد اشخاص هست. اگر یه چنین مراقبتی نباشه، این که گفته میشه دنیا پله، بفهمیم واقعا پله. اینجور نباشه که اینجا واقعا خانه همیشگی بر خودمون درست کرده باشیم و با او زندگی بکنیم. نه، برای در این حالی که خانه هم میخوایم، نیاز هم داریم فلان، اما اون دلبستگی نیست. حالا کار ندارم موقع انتقال انسان از این عالم به عالم برزخ و اینها اگر وابستگی باشه چه مشکلاتی برای انسان پیش میاد، حالا بماره که اون بحثش الان جاش اینجا نیست. ولی این باید مورد توجه ما قرار بگیره که ما غفلت نکنیم. خیلی از مواقع ما ادعا داریم، اما ادعای پوچه، بلکه گاهی موقع از ما بدتر هم هست. بدتریش هم اینه که ما گاهی موقع از دین مایه میذاریم برای چی؟ برای دنیا میمونیم. حالا یک کسی اصلا اعتقاد نداره، خب یک کسی نه، دین رو در واقع ذبح میکنه برای دنیا. این خیلی سخته. ولی میشالله نگاه امام حسین رو به مرگ داریم میفرمایید. میدونید داشتم به یاد نگاه اصحاب امام حسین، مثلا شب عاشورا امام حسین وقتی گفتن فردا ما رو میکشن، هممون، شما چجوریه نگاهتون به مرگ؟ یک کسی میگه اهلا من العسل، یک کسی میگه آقا 70 بارم من اگر کشته بشم، نمیدونم خاکسترم هواشه، دوست دارم دوباره بیام پیش تو شهید شم. این نوع نگاه به مرگ اصحاب امام حسین که اونا رو میرسونه، حتی بالاتر از این، عوض این که دلخوره اینا رو از پا در بیاره، با هم شوخی میکنن. آره، یکی از اینا میگه تو چرا؟ تو پیرمردی. میگه تو که میدونی من در جوونیم اهل اونطور مزاح نبودم، ولی امشب بشه ودی کرد. آره، خیلی خوب، دست شما در نکنه. خیلی استفاده کردیم. اجرتون با حضرت سید الشهدا. حواملی ندارین؟ ولی محضور بودیم در خدمت شما. محبت دارید، ما خدمت شما بودیم و خیلی استفاده کردیم. محبت. خلاصه حرکتمون حرکتی باشه که امام حسین علیه السلام بپذیره. ما الهیام این چونی نباشه صرفاً عواطف ما در این جریانات تحریک بشه برای امام حسین گریه بکنیم، اما مسیر امام حسین رو ندونیم و در اون مسیر حرکت نکنیم. الهیام امام حسین دیدش اینجور بود، پل دنیا. بله. عدم وابستگی به دنیا این در واقع خصوصیت امام حسین علیه السلام. و اگر این شدنی نبود توصیه نمی کردن که ما هم این چونین باشیم. لذا باید دقت بکنیم که جوری عمل بکنیم که اونها از دست ما راضی باشن دیگه و خدا راضی باشه به این معنی. الهیام انشالله. خیلی ممنونم، زنده باشید. من اول برنامه یاد از سید شهیدان اهل قلم کردم، یه فرمایش دیگه ازشون یادم افتاد.